عبیدالله در تمام بگیم دستگیری یا که موفقیت رحمانوف دست داشت و کمک کرد. خاطررسان میکنم فراموش نکنین که سرقانون تاجیکستان 3 مرتبه 26 سپتامبر سال 1999 تغییر الهه آوردن. ما انتخابات پرزیدنتی 5 ساله داشتیم، آوردن 5 ساله را 7 ساله کردن. سال 26 سپتامبر سال 1999 22 ایونی 2003 با یک بار دیگه تغییر الهه آوردن، با 5 ساله را 7 ساله کردن و سن سال پرزیدنتی که از 65 بالا ممکن نبود، ایرا اجازه دادن که نفر 68 70 75 100 ساله باشه حق داره که پرزیدنت بشه. و آخرین بار 22 می 2016 یک بار دیگه تغییر الهه آوردن در سرقانون جمهوری تاجیکستان. من قبولش ندارم اما موافقی بگیم رسمی سرقانون است. آوردن در اینجا میدونه که رحمانوف پیشوای ملت دخل ناپذیر کردن و 3 سال پرزیدنتی که ای 30 ساله ممکن نبود، ای 35 بالا بود، آوردن 30 ماندنش. ای بالاش بردن، نگاه که طرف برای خودش یک فکر کرد و 2016 برای فرزندش فکر کرد، یعنی که آوردش پایان. انا اینجا من میخوام که خیانت‌های عبیدالله رسما برای شما یک بار گوشزد کنم. پلت هم پایانی هم بالایی 20 سال است که تأسیس یافته است، از سال 1990 از 26 سپتامبر. نگاه کنید، رئیس پلت بالایی یعنی رئیس مجلس ملی همین عبیدالله محمد سعید بود. در همون وقتی که سرقانون را عوض کردن عقل نداشت، نمیدونست که همین خیانت 5 ساله را به 7 ساله کردن، یا که 2003 2 بار 7 ساله کردن، 3 سال پرزیدنتی را بالاتر بردن، یا این 2016 در همین 3 بار عبیدالله قانونگذار یا که قانون قبول میکردگی بود، با او پیشنهاد میشید و او قبول میکرد و این کارم کرد. و این یک چیز دیگر هم بدونه که سال 1999 رحمانوف ماه دکمبر بود قهرمانی ملت تاجیک برآورد، همین عبیدالله. میدونید رسما بین اون 5 تا قهرمان ابو جان غفور، شاه تیمور، نصرت الله مخزوم، صدرالدین عینی، همین رحمانوف هم جو کردن. همین عبیدالله بود. تمام شعار جانکنیش برای رحمانوف بود. امروز اومد یک شتش زد دور پرید. انتخاب پایتخت امام علی رحمان بود، هست، میموند. ببینید این رحمانوف را فریب کرد. فریبش کرد که حکومت در دست هر دمونه، تاجیکستان ای هر دمونه. نکی آورد وقتی او چوجهش کلان کرد با اینجا اونجا پرانچک شد، یعنی کاستوم بروپوشی را یاد گرفت، شیشتن گپ زدن شاید یاد گرفته باشه، آورد در جای موندش را دور بپر. و وکیلا درباره وکیلا هم گپ زدن. وکیلای ما و شما هیچی هم، یعنی هیچ حساب نیستن، یا بدن یا نبدن شد. من یک چی می نویسم اینجا، هیچی. نگاه کنید، هیچی. یگان کسی همون کار را میکنه بعد میگه چیکار کردی، میگه هیچی، یعنی هیچی نکرده. همین وکیل نمیگن هیچی، همین هیچی نمیخونه، هیچی ای یگان چیز نیست. اگر سلام باشه خیلی یک معنی داره که آ سلام، یا که یک سخن دیگه یگان نان باشه. همین هیچی ای وکیلا یا که همون دپوتاتا هیچی هم باشن هم همون نباشن هم همون، این اینجا هیچی ای وکیلای ما و شما هیچی هم. ولی یک خبر روز خوندم که نزد مردم میروند. هم خیلی باید ما مجبورشون کنیم که نزد مردم بروند، حتی مردم گپ زنن، اول میگن که درد دل مردم از شنیدنی میروند. باید مردم کو چی دردی دارن بگن و ایوا طلب کنن. همین مردم تاجیکستان باید که چی دردی دارن بگن و طلب کنن، نه که آه شنیدن تمام رفتیم. طلب کنن که ما پیشنهاد کردیم چی شد، یا ما مجبور کنیم اگر چی نمیتونن زیاد کار کرده شاید کم خودنمایی یا که زاویه پرستی بکنن، کم باید یا مردم مجبور کنن یک کار بکنن. اقلا ما گفتم که یا زید ملت، زید مردم، زید وطن یعنی قانون نبرن بس برای ما شما، یا برعکس به جای که در فایده مردم، در فکر مردم، با خیر مردم یک قانون ببرن، یا برعکس به شر، به ضرر، به زیان مردم قانون میبرن.